سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. بی ادب. بی ادب. نگاه کن. saygısız. saygısız. بی ادب. مثال رو نگاه کن. senin erkek kardeşin çok saygısız olmuş. Sen به معنای تو، این پسوند حالا مالکیت است برای شخص سن. سنین مال تو، ارکک کاردش. ارکک کاردش به معنای برادر کوچیکتر. ارکک به معنای مرد، کاردش به معنای خواهر و برادر. این پسوند مالکیت هستش. میگه çok یعنی خیلی. saygısız. saygı به معنای احترام. sız پسوند منفی ساز است. میگه حالا بی ادب کلن. olmuş یعنی شده. olmak به معنای شدن. پس میگه برادر کوچیک تو خیلی بی ادب شده. senin erkek kardeşin çok saygısız olmuş.